خوش آمدین به اولین ولاگ از ما. امروز ما میخواییم خود معرفی کنیم بدل شما. ما تازه چنل یوتیوب زدیم و امیدواریم حمایت یادشون نره. و دوست عزیزیم، سلام دوستان خوبیم، امیدواریم که حال دل همگیشون خوب باشه. دوستان همونطور که بهار جان گفت ما چینل یوتیوب تازه زدیم و اولین ولاگ از ما در مورد معرفی خودمون میاد و امیدواریم که ویدیوهای ما از این بعد خوششون بیاد. سلام بچه ها، امیدوارم که خوب و خوش باشین. خوش آمدین در برنامه امروز از ما که اولین برنامه از مویم و بنده فاطمه ایم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادشون نره. تشکر. دوستان مشکم که خودان شما از وضعیت خبرین. شرایط افغانستان زیاد برای دختران مناسب نیستن، مثلا برای کار اینا نه پیدا میشه، اگه پیدا میشه زیاد شرایط خوب نیسته که دختران مثلا برن سر کار راحت بیان. دیگه ما با تشویق خانواده تصمیم گرفتیم که یک چینل یوتیوب بزنیم، اینطوری هم خودمون سرگرم میشیم، مردم دوتای دیگر خوشحال مونیم، میخندیم، باعث میشه که خودمون هم خوشحال شونیم. دیگه امروز خاطر ما تصمیم گرفتیم یک چینل یوتیوب بزنیم که از طریقش اگر بتونیم، اگه خدا بخواد انشالله کسب درآمد هم داشته شیم. دیگه امیدوارم که کلگیش ما رو حمایت کنین و از ویدیوهای ما خوششون بیاد. دیگه دوستا ما سه تا از بچگی با هم بوده، با هم دیگه فامیلیم. یکی از دختر خاله میه بهار جان و فاطمه هم که از دختر مامای میه. و دوستا ما فاطمه فکر کنم تقریبا 11-12 سالگی بود که رفتیم طرف ایران مهاجرت کردیم و در اونجا هم تقریبا 7-8 سال ماندیم و در اونجا ما فاطمه درس میخواندیم. این رشته ریاضی بود، من رشته تجربی، اما متاسفانه شرایط مساعد نبود که درسای خیلی ادامه بدیم. اون رقم که خودمون از وضعیت ایران با خبر، امسال خیلی از مهاجرا از ایران دوباره برگشتن وطن که ما هم از جمله از همونا بودیم. دیگه دوباره برگشتیم وطن و ما سه تا دوباره یک جای شدیم. دیگه تصمیم گرفتیم یک چینل یوتیوب سه تایی بزنیم. آره عزیزا، همون که حمیده جان و بهار جان گفتک، ما تازه از ایران آمدیم و تقریبا 1-2 ماه موشن. ولی قبلا که ما در اینجا بودیم وضعیت خوب بود، یعنی شرایط موشد باش کنار بید دیگه کم بهتر بود، چون ما تازه آمدیم خیلی بلدزم سخت‌تر میشه، خیلی یعنی دیگه ایران خوب بود، بد نبود اون قصد. البته از نظر امکاناتی آره. ولی خوب وطن آدم هیچ جای وطن آدم نمیشه. بازم نمیخوام خیلی شکایت کنم، اول آدم باید از کشور خود چیز کنه. خب ما خیلی نمیتونیم با شرایط اینجا کنار بریم، مثلا مکتب و اینا بریم، چون اونجا مکتب ما رفتیم که از زبان بود، همین کلاس انگلیسی، کورس انگلیسی یه چیزا بود دیگه، کلا راحتی برای زنا بود، بهتر بود. باشگاه اینا حتی میتونستیم هرچی بود، مثلا با توهین و تحقیرهای از اونا بازم ادامه میدادیم، ما رفتیم پیش، ما رفتیم دیگه، خوب بود، خواست بد نبود. ولی خب دوست داریم اینجا باشیم، اینجا کشور خود آدمه. خب شاید که فعلا وجود داره، بلده از ما نمیتونیم بریم بیرون بری یا مثلا از خود زندگی کنی رقم که میخوایی موشه رفت. ولی خب سخته دیگه. آره سخته، خیلی سخته، خیلی ترس اینا دیگه چاره نداشتیم. بعدش هم خودمون دوست داشتیم، خانواده‌ام خیلی حمایت میکردن که حتما چنل یوتیوب بزنیم. ما دیگه با تردید شروع کردیم، ولی خب بازم امیدی داریم، ما امید داریم که حتما ما لایک کنین، کامنت میلین و سابسکرایب کنین. خب دوستای عزیز، من از بچگی در کابل بودم و فقط یک بار رفتم ایران برای 1 ماه و ما بعد چندین سال با هم یک جای شدیم. خیلی خوشحال هستم، ولی از یک بابتم ناراحت که شرایط اینجا برای اینا. خب دوستا سخت از نظر از این که اونجا ایران امکانات و سهولت خیلی زیاد بود، ولی خب افغانستان خیلی کمه. یعنی وقت افغانستان ایران رو مقایسه کنی، واقعا افغانستان خیلی مثلا کمتر سهولت داره، واقعا زندگی اینجا سخت میشه. خب ما 7-8 سال در اونجا زندگی کردیم، هم زختر خیلی عادت کردیم در اونجا. حالا اینایش هم به کنار، چیزی که بخشی از ما خیلی مهم بود، ما مدرسه و کلاس زبان و خودم باشگاه ما رفتم، اینا خیلی مهم بود و واقعا اینا چیزاییه که در زندگی آدم واقعا هم آدم سرگرم هم برای سلامتی و روح و روان آدم لازمه.
ولی خب دیگه متاسفانه نشد دیگه. زندگی در اونجا بخش از ما امکان پذیر نبود. این همه توهین و تحقیر اینا واقعا دیگه نمیتونه آدم تحمل کنه، تا یه جایی میتونی تحمل کنی دیگه. ما تصمیم گرفتیم برگردیم وطن. امیدواریم که در اینجا یک زندگی خوبی رو بتونیم شروع کنیم از نو دوباره و ادامه بدیم، البته با حمایت شما انشالله. هدف از مو از ساختن از ولاگا فقط سرگرمی از خودگون و مردم هسته و ای که مثلا خودمون از فاز افسردگی و ناراحتی از چیزا بریم بیرون، چون واقعا خانه ماندن خیلی، یعنی بیکاری بزرگترین مشکل جامعه، خیلی سخته واقعا، آدم در خانه افسردگی میگیره. بنابراین هدف از مو از این ولاگا، از این ویدیوها فقط خنداندن مردم و ساتری از خودگون میه و امیدوارم که شما از حرفای ما اگه حرفای بیجا میزنی بعض وقتا ندانسته برداشتای بد نکنیم. بچه به این جوه عوض کنیم، غمگین تر از این نکنیم. موافقیم. و هدف از ما اینه که پیشرفت کنیم در این برنامه که میسازیم، در این چنلی که میخوایم بسازیم و با حمایت از شما، با انرژی که شما از ما میدین، انگیزه که شما از ما میدین و امیدوارم هستیم که شما حتما ما رو حمایت کنید. دوستا دیگه ولاگ امروز بهار گفتنی نداری؟ نه چیز گفتنی ندارم. ولاگ امروز از ما در پایان رسید دیگه. امیدوارم خیلی طولانی نشده شه، حوصله‌شم سر نبره از حرفایی که زدیم. فقط هدفمون معرفی از خودمون بود و اینکه هدف از خودمون خب بخشش مو بوگی که اصلا برای چی چینل یوتیوب زدیم دیگه. امیدواریم که همیشه ما رو حمایت کنیم. خوشحال شدم. این هم بود ولاگ معرفی از ما. خداحافظ. همیشه خوش و سلامت باشیم. خداحافظ.